خواهر سهراب یوسپوف لحظه بازداشت برادرش را تماشا می‌کند. سهراب در روسیه تقسیم ایران روز 15 دکبر پلیس روسیه دستگیرش کرد. خواهرش میگوید سهراب 1 سال پیش بعد گرفتن گواهینامه رانندگی به روسیه رفت و نیت داشت 1 ماه بعد برگردد، اما حالا به ضد او با اتهامات زورآوری به مأمور امنیتی و تحقیر منصبداری دولتی پرونده باز کردند. نزدیکانش میگویند بیگناه است. 16 دکبر مثلا همین ویدیو را به مرایی کردن که مثلا این همی گودک بیگناه گناه نداره. مثال خواستیان که منک نشه، مثلا راننده میخواسته که ماشین منک نیگان سده اومده زورآوری کرده به الکترشو بهوش کردگان. بالای این چند کس زدگان شه. بازداشت سهراب یوسپوف و به خصوص بیهوش کردن او با الکتروشاکر خشم یک گروه مهاجران را برانگیخت. در نوارها دیده می شود که چند نفر برای رهایی سهراب از دست پلیس تلاش دارند. بعد این طبق گزارش ها بیش از 80 نفر را با اتهام اوباشه و رعایت نکردن قاعده مهاجرت به جوابگری کشیدند، اما مهاجران گفتند حادثه دیگر است و پلیس روسیه بود که سهراب یوسپوف را شکنجه داد. با گذشت 3 روز پیوندان سهراب یوسپوف درباره احوال او چیزی نمیدانند. معلوم نیست که او وکیل دفاع دارد یا نه. با قرار دادگاه سهراب را تا 16 فوریه سال آینده به حبس گرفتند. به نوشته دادستانی مسکو سهراب به قرار دادگاه اعتراض کرد. پیوندانش برای رهایی او از مقامات تاجیکستان درخواست کمک دارند. بچه را به هیچی خسته زدگیان، مثال به الکترشوک بهش کردگیان. ما میدونیم که چقدر عذاب دادگیان و بچه را داداری مرا مقصد به هیچی عذاب دادگیان. نه که ما همه چیزا میخوایم که این مسئله را پیشگیری کنن، نگاه کنن که این گودک در چی حاله. مقصد باید ما را هم بفهمیم که این گودک به هیچی از محکمه. رادیوی آزادی برای گرفتن شرح مقامات به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت کشور در روسیه مراجعت کرد. تا این دم مقامات هیچ پاسخی ندادند. از بدرفتاری و رفتار غیرقانونی با مهاجران در روسیه پیوسته گزارش می رسد. مقامات تاجیکستان گاه از این عملکردهای مقامات روسیه اعتراض می کنند، اما به گفته مهاجران وضعیت تغییر نمی یابد. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.